خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مجمع علمی مراکز اسلامی معلم با همکاری انجمن آمو از شما صمیمانه دعوت به عمل می آورند تا در کنفرانس های اسلامی که در نقاط مختلف شمال و جنوب کالیفرنیا برگزار می گردد اشتراک نموده و از حضور علما و سخنرانی هایی که به زبان های دری، پشتو و انگلیسی صورت می گیرد استفاده نموده و انشاءالله بهره خواهید برد. لطفاً به تاریخ پروگرام و محل کنفرانس ها توجه نمایید. کنفرانس اول شنبه 21 اکتبر در مسجد اسلامی نور در شهر کانکورد از ساعت 5 الی 8 شام. کنفرانس دوم یکشنبه 22 اکتبر در شهر الگروف از ساعت 5 الی 8 شام. در این کنفرانس نسبت محدودیت جا با انجمن آمو با تلفن 470 946 2266 در تماس شوید. کنفرانس سوم شنبه 28 اکتبر در مسجد جامع مهاجرین در شهر هوارد از ساعت 5 الی 8 نیم شب. کنفرانس چهارم شنبه 11 نوامبر در مسجد توحید در شهر سندیگو از ساعت 4 الی 7 نیم شب. قابل یادآوری است که در این کنفرانس ها با صرف عصریه از شما پذیرایی می گردد.